غلو حتی درباره نوکران حسین. بینندگان عزیز، آنچه تا لحظاتی دیگر مشاهده خواهید نمود خرافاتی است که یکی از بزرگترین مراجع تقلید شیعه به نام آیت الله العظمی وحید خراسانی بیان می کند. نوکران حسین ابن علی به جایی رسیدند که پیغمبر خاتم قبرکن اونهاست. خداوند متعال قابض الارواح اونهاست. اسرائیل اینجا چه کار است؟ این در حد شأن اصحاب حسینه. مشاهده نمودید این روحانی شیعه برای اینکه مقام یاران حسین رضی الله عنه را بالا ببرد چگونه به الله متعال و سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهانت می کند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از قبر بیرون آمده و قبر یاران حسین رضی الله عنه را آماده می نماید. آیا واقعا حضرت آیت الله جدی می فرمایند یا اینکه نه مزاح و شوخی می نمایند؟